چند سالتونه؟ نزدیک به 39 سال. ماشاءالله. چند سال قرآن رو حفظ کردین؟ از 9 سالگی آغاز کردیم با حفظ قرآن. سال 1390 به پایان رسید به مدت 17 سال. هم موقعی که قرآن رو حفظ کردین همین تیپی بودین یا بعدش اینجوری بودین؟ نه 9 سالگی که خب آره تو بچه طبیعتا نمیتونست این شکلی بزرگ شدین دوست داشتین که این شکل باشه. چی شد مثلا فیلم دیده بودین؟ احتمالاً یه چیز دیده یا تو محلتون مثلا کسی بوده؟ هستن در بله در گذشته بودن. بله و من از فیلم رسانه هم بوده، دوست داشتن هم بوده، همون دوست داشتنی که مرام گذشتگان بوده. مثلا تو محلتون راه میریم میگن سلام پهلوون، سلام لوتی مثلا. آره میگن کوچیک شما. بله زنده باشین. ازدواج کردیم؟ نه هنوز. شغلتون هم دوست دارین بگین؟ شغلم تراشکاری کار کردم، جوشکاری، برشکاری، آهنگری و اتاق سازی و کپی سازی. بله. شما